کمیته حفظ محیط زیست نظارت محیط زیست را پرزور کردنی است. مهاجر بیدرک شده بعد 5 ماه از جبهه اوکراین پیدا شد. واکنش آستانه به فشارهای روسیه علیه رسانه‌های قزاقی. در ترکیه 912 نفر بر اثر زلزله کشته شدند. کمیته حفظ محیط زیست با نشر رقم‌های باوری از شهروندان خواسته است که در رابطه با همه گونه نقض قانونگذاری در ساحه حفظ محیط زیست معلومات ارائه کنند. به اطلاع این کمیته منبع ساکنان کشور می‌توانند درباره همه گونه نقض قانونگذاری در ساحه حفظ محیط زیست به قبولگاه جمعیتی اکولوژی با رقم جم 992 777 16 22 75 توسط واتساپ و تلگرام خبر دهند و یا درباره دلیل‌های موجود بودن پرتوهای خودسرانه معیشی، دلیل‌های به اجازه بریدن درختان، به صفت تازه کردن حدود، درباره ماشینشویی‌ها در جای‌های غیر مقصدناک و غیره معلومات فرستند. به گفته منبع، ناظران مقامات حفظ محیط زیست در دایره مراجعت شهروندان ریدهای فوری تشکیل نموده، مشکلات موجوده را در دایره وکالت‌های خود و طبق ترتیب مقرر گردیده قانونگذاری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست بررسی می‌نمایند. گفته می شود که این رقم‌های باوری به طور شبانه روزی از جمله روزهای استراحت فعال است. کمیته حفظ محیط زیست تاکید می‌نماید که معلومات شخصی پیشنهاد کرده شهروندان مخفی باقی می‌ماند. در همین حال باید گفت که رقم‌های باوری وزارت و کمیته‌های گوناگون کشور قبلا هم تأسیس شده بودند، اما شهروندان از جواب ندادن تلفن‌های باوری شکایت می‌کنند. یک مهاجر تاجیک که 5 ماه پیش در مسکو ناپدید شده بود از خودش درک داده است. در این باره رادیو آزادی خبر می‌دهد. به اطلاع منبع، اکرمجان شایسمتوی 24 ساله از ناحیه رودکی به خویشاوندانش گفته است او را به جنگ ضد اوکراین بردند. یکی از نزدیکانش که به رسانه‌ها گفته است هفته گذشته اکرمجان 3 روز به مسکو آمد و با ما دیداری کوتاه داشت. وی گفته است ماموران پلیس ماه اکتبر او را بازداشت و به 5 سال زندان تهدید کرده در عوض رهایی اشتراک در جنگ ضد اوکراین را پیشنهاد نمودند. گفته که 6 ماه در دونباس بود ولی وارد جنگ نشده است چون سلاح را استفاده کردن نمیتواند. اکرمجان شایسمتوف به نزدیکانش گفته است این بار مجبور است به میدان جنگ برود و اگر تا نیم سال دیگر زنده ماند با آنها تماس خواهد گرفت. وزارت کارهای خارجه قزاقستان به قضیه مسئولان رسانه محلی این کشور اربد نقطه میدیا که درباره یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه روسیه دعوت شده‌اند واکنش کرد. اربد نقطه میدیا میگوید مسئولان وزارت گفتند دادگاه روسیه از طلبات قانونگذاری مرافعوی کشور خود بیرون رفته است. در وزارت گفتند چاره‌های اندیشیده آنها برای بستن این یا آن منبع خبری در قلمرو روسیه به قانونگذاری آن کشور اساس یافته است. قرار آنها اعتبار حقوقی ندارد و در قلمرو قزاقستان تطبیق نمی شود. رسانه‌های قزاقی اربد نقطه میدیا اخیراً گفت مسئولان آن برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه ناحیه لنینی شهر ولادیمیر روسیه دعوت شدند. سامانه مطلبی را تحت عنوان غاصبان روسیگی در ولایت خرسون شکست می‌خورند اما نمی‌خواهند آن را اعتراف کنند نشر کرده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از شرکت در جلسه اداره مأموریت بحران و وضعیت اضطراری کشور در انقره در گفتگو با خبرنگاران درباره زلزله بامداد امروز در استان قهرمانمرش گفت تا کنون 912 نفر از شهروندان جان خود را از دست داده و 5385 نفر نیز مجروح شدند. اردوغان درباره تلاش امدادگران برای نجات افرادی که زیر ویرانه‌ها مانده‌اند نیز توضیح داده گفت تا کنون 2470 نفر از زیر ویرانه‌ها نجات یافتند. همچنین 2818 ساختمان نیز بر اثر زلزله فرو ریختند. رئیس جمهور ترکیه افزود در حال حاضر 9000 تیم امدادی در حال انجام عملیات جستجو و نجات هستند و این تعداد با افرادی که از خارجه به منطقه ملحق خواهند شد افزایش می‌یابد. اردوغان گفت که این زلزله بامداد امروز در استان قهرمانمرش
пас аз заминларзаи Арзанҷон дар соли 1939 шадидтарин зилзила дар таърихи Туркия аст. ба гуфтаи Урдуғон 10 устондори дигар муваззаф шуданд ба устондорони 10 устоне ки таҳти таъсири зилзила қарор гирифтанд кӯмак кунанд. Урдуғон дар бахши дигаре аз суханони худ гуфт барои кӯмакрасониҳои байналмилалӣ ба зарари расида иртибототи лозим барқарор шудааст. пешниҳоди кӯмаки НАТО ва Иттиҳодияи Аврупо ва 45 кишвари дигарро дарёфт кардем.